درود بر بچه گل. اومدیم با پک و پیک افسی این پک های باجه رو باز کنیم. مرسی میشم که لایک کنید، اگه دوست داشتید رو فالو کنید. خب بریم از پک اول. بریم پک 4 تایی رو بزنم. آره این 4 تایی رو میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین پک رو بریم باز کنیم. سفید میشه چه ایونتیه؟ ایونت واقعا بد داد. خب بریم برای پک بعدی. بریم یک دیگه 4 کایی بزنیم. اینم بد داد، اصلا سفید نشد. بریم برای پک بعدی. پک 2000 تایی. یه باک بزنیم میشه. سفیدی دوم بازش تقریبا بده. ایونت 103 که بالا سرش ترکیه. یوونتوس 101 بد. واقعا بد داد. بریم دوتا سکایی هم باز کنیم. ولی سکایی سوارز لیورپول که بزنیم. این پک ببینیم چی میشه. سکایی آلمان 106 دمشکر. چه پکی 106 چه پکی رو میزنیم. عالی میگه. بریم بر پک بعدی. که 3000 تایی. این دیگه چی میده؟ چه باگی رو اونجا رفتیم ما. خب انگلیس حمله وای کردم. ایرانی رو بسید واقعا بد داد. اما هیچی از اون کم نمیشه. 106 2000 تا که داریم چه اونجا نیست. بزنیم با 2000 تا این جمع تمام بشه. این پکم باز کنیم. مثلا تمام باشه کنم.
انتظارشم ازش نبود کاکا. خب مرسی که این ویدیو تماشا کردید. لایک و یادتون نره. خدافظ تا ویدیو بعدی.